روسیه یک جوان تاجیک را که برای فرار از ارتش نسبت به او پرونده جنایی باز شده بود به تاجیکستان استرداد کرد. فرهاد نظرов ساکن 26 ساله ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان روز 11 ایول به تاجیکستان سپرده شده است و فعلا در بازداشتگاه نزد دادستانی حربی نگهداری می شود. یک منبع در دادستانی حربی ولایت ختلان روز 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت فرهاد برای فرار از دعوت به ارتش متهم می شود. مقامات میگویند فرهاد نظرов پس از گذشتن از کمیسیای تیبی از کمیسریات حربی بر روسیه فرار کرد. طبق قانون تاجیکستان پس از گذشتن از کمیسیای تیبی دعوت شونده سرباز محسوب می‌یابد. لطفیت جمعه و رئیس کمیسیای دعوت جوانان به ارتش و معاون رئیس ناحیه مومن‌آباد نیز روز 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچگاه نمی‌خواستند که یک جوان پشت پنجره رود، ولی فرهاد و نزدیکانش او را به این راه بردند. او گفت مقصد ما هیچ وقت مثل به جوابگری کشیدن، داغدار کردن، سوختن حیات یک کس نبود. او جوان مرد بود. او مثل مرا میتونست که او به او بزدی، به او عقل فراست، به او مثل قد قومت، به او بچه در یگان نمی در جمعیت موقع چه بیوه. یکی ما همین قدر او را نصیحت کردیم، اون فهمیدن نخواسته. شهیدالله نظرов برادر فرهاد بر رادیو آزادی گفت خود برادرش نیز تصمیم بازگشت به وطن را داشت و خود را کاملا بیگناه میدانست. فقط برای خدمتی که گرفته باشه. رفتن همین روز من زنگ زدم، مادرم سو رفت دادم، گفتن پیش ندارم چیز پیش بود از من آخواسته. خود فرهاد نظرов روز 15 ایون امسال در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفته بود که هیچ عیب ندارد. فرهاد از 18 سالگی برای پیشبرد روزگار خانواده بر روسیه می رفت. مکتبی میانه را نیز تا صنف نهم خوانده است. او گفته بود ماهی اکتبر سال گذشته هنگام بازگشت از روسیه در راه به سوی خانه‌اش از جانب ناظران راه بازداشت و به کمیسریات حربی برده شد. مقامات تاجیکستان نزدیک 100 جوان را که از خدمت در ارتش فرار کردند جستجو می‌کند. فرهاد نظرов ساکن 26 ساله ناحیه مومن‌آباد از جمله آنها است که مقامات او را برای فرار از خدمت سربازی در پایگرد قرار داده بودند. در تاجیکستان در یک سال دو بار بهار و تیر ماه دعوت جوانانی از 18 تا 27 ساله به صف ارتش برگزار می شود. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عامل‌های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان گفته می شود. هر سال حادثه های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت می گردد. اما وزارت دفاع می گوید سالهای اخیر صف جوانان اختیاری برای رفتن به ارتش افزایش یافته است و حتی امسال نقشه دعوت قبل از مهلت انجام یافت.